برنامه خبری رادیو زودی تقدیم شما و من شالای گل خوجت در خدمتتان. امروز 8 نوامبر است و نخست توجه کنید به سرخط موضوعها. تلاش فرار در شورش زندانی شهر خوجند دست کم 22 نفر کشته شد. کمیسیون مخصوص به تحقیق پرداخت. شاهدان حادثه را به یاد می‌آورند. تیرپرانی شدگی بود که خلاپشکب صد دادگی سیگم با آچریت شد. автоматный آچریت ثانی من مدیتیو زنگ زدم. دادسитони کل آمریکا با درخواست رئیس جمهوری استعفا داد. دونالد ترامپ بارها درباره اشتباهی بودن انتخاب جف سیشنز به این مقام تاکید کرده بود. حالا فرصت است، بعداً دیر می شود. مقامات توجیک به پیروان سلفیت در خارج کشور وعده دادند که اگر پشیمان شوند آنها را عفو می کنند. در شورش شب گذشته در زندان شهر خوجند دست کم 22 نفر به هلاکت رسیده است. تا حال مرگ 2 زندانبان تصدیق شده است. به گفته بعضی از منابع در بین زندانی ها و ناظران محبس تعداد زخمی زیاد است. از جمله 6 زندانبان زخمی به بیمارستان شهر خوجند انتقال یافتند. یکی از پاسبان های کشته شده زندان را روز پنجشنبه در زادگاهش نویه مسجد دفن کردند. احسان یعقوبی 29 ساله چند سال باز در محبس کار میکرد. در مراسم جنازه احسان یعقوبی یک مسئول زندان خوجند گفته است که گروهی از زندانیان قصد فرار داشتند. معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد. ساکنان محله‌های نوبنیاد 14 و 15 شهر خوجند محلی جایگیرشوی محبس رقم 3 محبسی که در اینجا شورش سر زد میگویند که شنیدن صدای تیرپرانی در محبس و صدای بلند غلاغوله زندانیان آنها را خیلی سخت به اضطراب آورد. ساعتی دهنده آمداست که من آوازی آدم آوای شد. من گفتم اینجا یکان توی معرکه شده سو بچه ها برفته سیگم. سانی تیرپرانی شد. تیرپرانی شدگی بود که خلاپشکب صد دادگی سیگم با آچریت شد. автоматный آچریت سانی من مدیتیو زنگ زدم. شورش در محبس رقم 3 شهر خوجند تخمینا ساعت‌های 10 شب 7 و 8 نوامبر رخ داده است. یک 20 ماشینا میلیسیونرها اومدن. همین که پران تا همین پایان محله آوازش رفته کن. صبح روز 8 نوامبر که به محل حادثه نزد محبس رقم 3 رفتیم، ما را نزدیک شدن نماندن و گفتن که رهبریت محبس و سرایاست اجرای جزاها در تاجیکستان اجازه ندادند که شهروندان عادی به محبس نزدیک شوند. ساکنان طلب کردند که همین محبس خانه از اینجا بردارند، چون که اینجا اهالی ها آمده که چیز زیست که داشتن. همون به همه میخواهد که 3 سال پیش هم همین خیلی حادثه شدگی بود. من بعد 3 سال من با همین حادثه روی داد. آدم ها همه از فرزنداش خواتیر، از همه خواتیر. از شب 7 نوامبر تا حاضر نیمروز 8 نوامبر در محل حادثه و راه‌هایی که به زندان رقم 3 میبرد پاسبان‌های زیاد گذاشته شده است. به هر حال بعد یک روز به نظر میرسد که وضع در اطراف محل حادثه عادی شده است. سحر شد، سحر برآمده بینم همه جا تینج و تینجی شد. گفته ماهنم خاطرام جمع شد. یک سیتات تأسیس داده شده است و به آن نمایندگان مقامات شاملند و سبب‌های سر زدن این شورش و خساراتی که گفته می شود در نتیجه این خسارات جانی که این شورش در پی گذاشته است حالا مورد آموزش قرار دارد. بیننده ارجمند، این خبر در حال تحول است و ممکن است جزئیات دیگری آن از جمله سبب‌های سر زدن اشوب در داخل زندان در جریان روز معلوم شود و این تفصیلات را میتوانید در وبسایت رادیو زودی در نشانی azodi.org پیدا کنید. دادسitони کل آمریکا با سپردن استعفانامه به دونالد ترامپ مقامش را ترک کرد. دونالد ترامپ در گذشته بارها جف سیشنز را تنقید کرده است و اسم دادسitони موقتی آمریکا را هم اعلان نمود. طاهر سفر تفصیلات می‌دهد. جف سیشن دادستان کل آمریکا با درخواست رئیس جمهور استعفا داد.
او که یکی از طرفداران صادق دونالد ترامپ بود به سبب تحقیق ارتباط احتمالی شریکان رئیس جمهور با روسیه از نظر او افتاد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه به سشن برای خدمت‌هایش تشکر گفت. مناسبت ترامپ بعد آن با سشن بعد شد که دادستان کل گفت خود را از تحقیق قضیه احتمالی همکاری‌های ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه کنار میگیرد. دونالد ترامپ گفت میتی وایتکر دادستانی موقتی خواهد بود. او قبلا در CNN گفته است که تحقیق رابرت میولر از مرزها گذشته است. با رفتن جف سشن دادستانی آینده حق دارد تحقیق قضیه روسیه را مستقیم نظارت کند یا حتی تفتیش رابرت میولر درباره عملکردهای شریکان ترامپ و خود او را قطع نماید. طایر سفر گزارش میداد و یک خبر دیگری که چند لحظه پیش از امریکا رسید این است که در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح به رستورانی در ایالت فلوریدا 13 نفر از جمله یک افسر پلیس و خود تیرانداز کشته شدند. حادثه شام 7 نوامبر و تقریبا 50 کیلومتر دورتر از شهر لس آنجلس رخ داده است. ما برمیگردیم به موضوع تاجیکستان. مقامات تاجیکستان از والدان افرادی که با جرم پیوستن به حرکت ممنوع سلفی ایبدار شده عین زمان در خارج پناه میبرند دعوت کردند فرزندانشان را به وطن برگردانند. طبق وعده مقامات در صورت صدقاً پشیمان شدن از کردار خود این جوانان طبق بند ویژه و اعضای مخصوص کودکس جنایی پروندهشان قطع و خودشان عفو میشوند. همکارم عبدالله شروف این موضوع را تحقیق کرد. عبدالله سلام، نخست بگو که مقامات درباره راه‌های بازگرداندن و عفو افراد متهم به سلفیگری چی میگویند؟ سلام شلا. مقامات میگویند دعوت آنها جدی است و ساکنان با استفاده از این فرصت میتوانند خود را از جوابگری آزاد کرده به خاطر جمع زندگی کنند. مقامات میگویند از اول سال 10 نفر به دعوت آنها به وطن بازگشتند و پس از اظهار پشیمانی عفو شده عین حال به زندگی آسایشته ادامه میدهند. دولت تاجیکستان سال 2014 به کودکس جنایتی تغییرات وارد کرد که بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمان‌های افراطی گمان برند در صورت اقرار شدن و اظهار پشیمانی کردن عفو میشوند. مقامات امور داخلی تا حال 10 گزارش نشر کرد که گفته میشود جنگجویان پشیمان شده گروه دولت اسلامی و یا اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی را عفو کرده است. اما عبدالله، والدان و پیوندان دعوت مقامات را چگونه پذیرفتند؟ آیا باوری دارند یا نه؟ اکثریت شهلا از این دعوت مقامات استقبال میکنند، اما در بازگشت فرزندانشان بعضی ها دودیله هستند. هنگام تهیه گزارش من حداقل با 5 نفر از والدان صحبت کردم که مقامات با آنها گفتگو و تشویق کردند فرزندانشان را بازگردانند و در صورت اظهار پشیمانی عفو میشوند. والدان به بازگشت فرزندانشان راضی هستند، اما نه همه به پورا عفو شدن آنها باور دارند. گروه دیگری والدان میگویند فرزندانشان که عین حال در روسیه و یا اوکراین و ترکیه زندگی میکنند یگانه نانآور آنها هستند و اگر آنها کارشان را رها کرده به تاجیکستان آیند آنها بے پول میمانند. برای مثال عبدالملک عثمانوف ساکنی ناحیه اشت و معلم سابقه دار گفت 2 سال قبل مقامات فرزند کلانیش را با جرم سلفیگرایی به 4 سال زندان محکوم کردند. اکنون پسر خرده‌اش را هم به سلفیگرایی متهم میکنند. حالا مقامات او را تشویق دارند که پسرش را از روسیه فراخواند، اما میگوید اگر این پسرش هم به تاجیکستان آید او و همسر پیرش و 10 نبیره‌اش را کی میخوراند؟ بله، تشکر عبدالله برای صحبت. یادآور میشوم جریان سلفیه که فعالیتش از سال 2009 در تاجیکستان ممنوع است 10 نفر نیز با گناه پیروی به این جریان دینی در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. عبدالعزیز رجبов جوانگرد توجیک که نیم ماه پیش در داغستان بود و به ورزشکار معروف حبیب نور محمد فتاقی و جام هدیه کرد چند روز پیش به پایتخت چیخ رسید. او تا حال به 50 کشور جهان سفر کرده است. ҳоҷӣ پیوده در دفتر مرکزی رادیو آزادی هم بود و به شادمانیتیم درباره سفرهایش نقل کرد. عبدالعزیز رجبов سیاح تاجیک که با نام ҳоҷӣ پیوده معروف است امسال به سمت کشورهای اروپایی سفر داشت. عبدالعزیز رجبov اکثر کشورها را پیاده طی می‌کند. سفر امساله اش در اروپا به سردی هوا راست آمده است. از این رو بیشتر از نقلیات هم استفاده می‌کند. در راه سفر به کشورهای اروپایی حاج عبدالعزیز در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک مهمان رادیوی آزادی شد. در عصرهای پیش یک چند سالهای پیش بابا و بابا کلان ما پیاده اسبکی شترقتی برای ابریشمی سفر حج میکردند.
من همچون ورزشگر همچون ورزشگری بازنشست نفقه خود تئوری میدم که کارش خیلی کنیم که تکرار کنیم. پس از چندین سالهای تئوری دور دراز این کار به انجام رسید. این تقریبا چند سال پیش بود؟ 2005 مسکو انا اومده اونجا. بعد چند نفر 6 نفر تقریبا تنظیم گفتیم که با طریق خطر سفری ما چنین بود. یعنی که مسکو اتومورتیا 2 سال ما اونجا خدمت کرده بودم. بعد تتارستان، کازاخستان، داغستان، چچنستان، آذربایجان، گروزیا، ترکیه، سوریه، یوردانیا، سعودی عربی. این سفر ما تقریبا 9 ماه و 12 روز طول کشید. اصلا ایده گردش جهان برای شما کی پیدا شد و تا حال به چند از کشورها سفر کرده اید؟ اما از دورهای از سالهای پیش از 2005 یعنی که چه سر شد چند از کشورهایی که نامبر کردم حالا که گفتم که روسیه و چچن، داغستان، آذربایجان، گروزیا و ترکیه، سوریه، یوردانیا، سعودی عربی. بعدا توجیکستان، افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، امارات عربی، دبی، سعودی عربی. این 6 ماه بود. سفر سوم 2013 توجیکستان، افغانستان، پاکستان، هندستان، شریلانکا، سرحد کلمبیا یعنی که قدمگاه حضرت آدم علیه السلام. بعدا سعودی عربی. барномаро идома медиҳем. ҳукумати тоҷикистон ба баррасии парлумон тарҳи санадеро фиристодааст ки ҷазоро барои таҷовуз ба номус сахттар мекунад. муаллифони таҳр гуфтанд ин тағйирот зарурати ҳаётӣ дорад ва бо ҳадафи пешгирӣ аз афзоиши таҷовуз ба номус таҳия шудааст. бар асоси тарҳи пешниҳодии ҳукумат ҷазои онҳое ки қурбониёни таҷовуз ба номусро ба бемории вируси норасоии масунияти бадан ва ё спид мубтало мекунанд сангин хоҳад буд. дар тоҷикистон соли 2017 53 ҳодисаи таҷовуз ба номус сабт гардидааст ки дар муқоиса ба соли пеш бештар будааст. ҳоло қонунҳои тоҷикистон барои таҷовузи ҷинсӣ аз 3 то 7 соли зиндонро пешбинӣ мекунанд. ва як сокини ҳироти афғонистон саъй дорад дар ҳифзи ҳунари мардумӣ мусоидат кунад. ҳарчанд ашёи сохтаи ӯ дар дохил талабгори зиёд надорад, аммо бинобар дилбастагӣ ба ин ҳунар намехоҳад онро канор гузорад ва соатҳои дароз ба шишасозӣ машғул мешавад. این هنری افغان‌ها به تدریج از بین می رود. غلام سخی یکی از شیشه سازان انگشت شمار هرات است. از 7 سالگیش به این هنر مشغول بود. شاید 200 سال از وقت از اونا بشمی که برای ما خوش با ما رسیده. دیگه پدر کلان ما بوده و پدر کلان از اونا بوده و پدر ما بوده. باز خوش با ما مونده که میته دیگه. اما لکم جریان داره، شاید به بچه ما بمونه، شاید به نوسا ما بمونه. شهر باستانی هرات در راه ابریشم جایگیر بود. تاریخ و هنر مردمی آن مورد توجه سیاحان خارجی است. لیکن از ترس جنگ و ناآرامی در افغانستان به اینجا کم می آیند. با کسی شیشه نمی رسید. از وقت توریست می آمد. هر روز 302 100 نفر 90 نفر توریست به هرات می آمد. اما برای فعلا من یک روز که کار میکنم میسازم 100 دونه یا 120 دونه به یک ماه 120 دونه کسی نیه که بخره. ساکنان اشیای شیشگی دستساخت را زیاد نمیخرند. آنها اکثرا محصولات وارداتی را استفاده میکنند چون ارزان هستند. پارسال ما هفته 2 روز کار میکردیم، امسال هفته 1 روز کار میکنه. چند سال پیش 5 کوره کار میکرد، حالا 1 کوره کار میکنه. چرا از بین رفتن از این اگه دولت همکاری نکنه و یک هماهنگی نکنه خود ما چرا این 2 نفر به خلق زنده هم باشن شاید از بین بره. این گزارش آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را میتوانید از صفحه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب بینندگان عزیز تماشا کنید و به این کانال ابونه شوید. فردا ما برای شما نخست نوید بامدادی را با خبرهای تازه تقدیم میکنیم. تا دیدار فردا، خدا نگهدار هر یک شما.